این سرود پارچه از اپرای فرانسوی لکمه است که هنرپیشه تئاتری دولتی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی مریم میرزاییوا می‌سراید. این اپرا هنوز به رپرتوار تئاتری اپرا و بالت شامل نیست. پارچه از این نمایش را در دایره هفته فرانکوفونی مرتبه اول است که مریم میرزاییوا در این صحنه به مخلصان زیاد پیشنهاد می‌کند. سرود خیلی نازک است، چرا که آن باید جای نهایت پست و جای دیگر با صدای بلند سروده شود. به عبارت دیگر این شکل سرودخوانی مرکب بوده است، هنرپیشه مهارت بلند را طلب می‌کند. مریم میرزاییوا از این توانایی برخوردار است و با خوبی توانست پارچه از اپرای فرانسوی لکمه را سرآید. در برابر مریم میرزاییوا همپیشه‌های او نیز در شومی موسیقی فرانسوی که در دایره هفته فرانکوفونی دایر گشت با نمره‌های گوناگون برآمد کردند. ارکستر سیمفونی و هیئت بالت و همسرایان همه در این برنامه کنسرتی اشتراک داشتند. شومی موسیقی یگانه چرابینی هفته فرانکوفونی نیست. روزهای بعدی از جانب کارگردان‌های فرانسوی نمایشنامه‌های تماشاباب نیز تهیه خواهد شد. از فرانسه یک تهیه‌گر آمده است و همین طلبه‌ها که زبان فرانسوی را در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌آموزند به حقیقت یک سپکتاکل، یک نمایش تیار می‌کنند، آماده می‌کنند و این در دانشگاه آموزگاری نشان داده می شود. هدف از این چرابینی شناس نمودن مردم تاجیک با فرهنگ، زبان و صنعت و هنری فرانسه می باشد. هفته فرانکوفونی به فرهنگ و زبان فرانسوی بخشیده شده در برابر روز بین المللی فرانکوفونی هم آغاز از سال 1998 در تمام جهان جشن گرفته می شود. همه سال در 70 کشور دنیا زیاده از 1500 چرابینی بخشیده به این هفته گذرانیده می شوند.